ترس واقعی اون لحظه ای نیست که یه هیولا جلوت ظاهر بشه. ترس واقعی وقتیه که بازی کاری میکنه، وقتی کنسولت هم خاموش میکنی هنوز حس میکنی یکی پشت سرت. سلام، من فرزادم و اینجا ریاکت. امروز قراره با هم بازی‌های ترسناک رو بررسی کنیم. Resident Evil Village، بازی که همه به خاطر شخصیت لیدی هیجان زده بودیم و ببینیمش، ولی وحشت اصلی از نظر من وقتی بود که تو خونه بنوینتو یه نوزاد هیولا دنبالمون میکرد. You escaped my little brother's idiot games, did you? Outlast 2، بازی که شما رو وسط یه روستای متروکه با فرقه های مذهبی رها میکنه و تنها چراغ شما یه دوربین با باتری در حال تموم شدن. دشمن اصلی اینجا تاریکی. Hey, the outsider! فازموفوبیا ساخته کینکت گیم، یه بازی آنلاین ترسناک، بازی که صدای نفس‌ها یا حتی میکروفونتون میتونه سرنوشت کل تیمتون رو عوض بکنه. Talk to me, talk to me, talk to me. I'm getting EMF readings. Okay, this is it. It's in the room. Did you see that? Hello? This is starting to freak me out. We have to regroup. Get back together right now. It's hunting us! No. بازی بعدی دد اسپیس از کمپانی موتیو استودیو، یک کلاسیک ترسناک قدیمی تو سفینه تاریک ایشیمورا که هیچ نقطه امنی برای شما نخواهد بود. و در آخر بازی که سازندگان انتظار کردن. این بازی برگرفته از واقعیت‌های دارک وب، از تصاویر واقعی تا صداهای آزاردهنده اونجا. بازی صد سیف، بازی که به خاطر شدت ترس و هیجانی بودنش جلوی انتشارش و تولید نسخه‌های دیگه‌اش رو گرفته.
فرزاد و اینجا ریاکت نسته. اگر ویدیوهای ما رو دوست داشتید ویدیوهای دیگه‌مون هم ببینید، به کانال ما سر بزنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و از پیج ما حمایت بکنید.